نشونمای خوب نیالهای پخته اهل زحمت خوجگی به نام عبدالله ملکمرادوف نوحه شهرنو را خرسندی میبخشد و به آن میبندد که امسال از میدانهای کشت حاصل دلخواه به دست میآورند. این خوجگی پیشقدم ناحیه دارای 3125 هکتار زمین بوده، از آن 265 هکتار آبی و باقی مانده زمین‌های للمی میباشد. امسال کشاورزان خوجگی در میدان زیاده از 50 هکتار پرورش چیگیت نوی دوستی را براه مانده، حاصل ناکی را نسبت سال گذشته افزون کردند. من امسال پخته دوستی کردم. امسال همین ماه ایول هوا گرم آمد، ما همین نمناکیا بسیار قپیدیم. مثلا همین نمناکیا ناز قپیدیم، هم پاسوشکا نشود، گلریزه نشود. 3 بار آزوقه دادیم. نقش نموند پخته ناز حاضر. انشالله پارسالا بایم ناز، پارسالا هر یک هکتار 30 سنتیمتر گرفتگی باشیم، امسال نصیب باشه 35 سنتیمتر به حرکت داریم. بسیارتر ما با همین ناساس قطعی آب میگیریم، ناساس رشایمیز. نقص آب نمگری هم نقص من خودتون دیدید، پخته نقش نمودش هم حاضر هم نقص انشالله نصیب باشد. بعدی همین 5-6 سپتامبر با جمهوری پخته سر میکنیم. دیخان خوجگی به نام عبدالله ملکمرادوف نوحه شهرنو در پرورش زراعت‌ها به خصوص سبزوات و پالزی‌ها، غله‌دانه و لوبیاگی‌ها و پخته‌کاری تجربه ضروری دارند. حاصل پیاز و کارتوشکا، سبزی و کرم، پمیدور و بودرین، بایمجان و بلغاری در موسم امسال نسبت سال گذشته بهتر بودند، برای بلند برداشتن اقتصادیات خوجگی مساعدت می‌نماید. 4 هکتار هر سبزوات هر خیله، 8 هکتار پیاز کرده بودیم که من حاضر پیاز جمع‌آوری کرده شد. حاصل کارتوشکا، پیاز حاصل ناز گرفتیم. من پمیدور دیگر سبزوات حاضر جمع‌آوری شد استاد است. برای حاصل خوب گرفتن اولا یکم همون شدگار صفات گذاراندن در کار، بعد شدگار تخمی ناز باشد، تخمی بسیار اعتبار جدی دادن در کار که تخمی ناز باشد، ناز باشد، حاصل ناکی بسیار حاصل خیز می باشد. حاضر من ماه آگوست پیش به ایستاده است، حاضر اساسی همون حاصل جمع کنی، حاضر ماه آگوست به حساب میشه، ثابت میشه. خوجگی به نام عبدالله ملکمرادوف نوحه شهرنو سرساحه است. میدان باغات و سبزوات، غله‌دانه و پخته‌زار خوجگی نشونمای خوب دارد و از آن شهادت می‌دهد که اهل زحمت خوجگی با دست و دل گرم به فعالیت مهنتی مشغول میباشند و در نزد خود مقصد گذاشتند که از هر وجب زمین حاصل دلخواه به دست آورند.